فکر میکنی فقط تصادف یا بیماری میتونه کارتو بسازه؟ نه دوست من، واقعیت ترسناکتر از این حرف هست. یه عطسه ساده، یه قلاب آب یا حتی یه بلند شدن از روی مبل میتونه تو رو تا دم مرگ ببره بدون اینکه کسی بفهمه چی شد. باور نمیکنی؟ تا آخر این ویدیو بمون، چون قراره بفهمی بعضی از بی‌ضررترین کارهایی که هر روز انجام میدی چطوری میتونن بیرحمانه ترین ضربه رو بهت بزنن. یه بار دیگه میپرسم، چند بار تا حالا تا لبه مرگ رفتی و نفهمیدی؟ سلام دوست من، به کانال بیداری بازه خوش اومدی. اینجا جاییه که هر ویدیو یه چیز جذابتر از خودت رو بهت نشون میده، چیزایی که شاید هیچ وقت بهشون فکر نکردی. پس آماده شو، چون قراره امروز پرده از چند تا حقیقت بیرون بکشیم که مغزت رو قلقلک بده. شماره 6، نگه داشتن عطسه. تصور کن سر کلاس نشستی، سکوت مرگباری همه جا رو گرفته و یه عطسه گنده داره میاد. ولی نه، نمیخوای زایشی، دماغتو میگیری، دهنتو میبندی، مصمم که بی صدا عطسه کنی. ولی به جاش انگار یه نارنجک توی کلت ترکیده، گوشات سوت میکشه، چشمت پر از اشک میشه و حس میکنی مغزت یه لحظه از جمجمت پرید بیرون. و خب حداقل کسی نفهمید. نه، اشتباه نکن، نگه داشتن عطسه فقط یه حس بد نیست. میتونه پرده گوشت رو پاره کنه، رگهای خونی رو بتره کنه یا حتی به گلوت آسیب بزنه. تو موارد آدما با همین کار ساده رفتن اورژانس. پس دفعه بعد که عطست گرفت ولش کن بره. خجالت موقتیه، ولی پرده گوش پاره تا آخر عمر باهاته. شماره 5، پریدن آب تو گلو. یه روز عادی داری آب میخوری و اینستاگرام رو چک میکنی، یهو گلو تصمیم میگیره علیهت کودتا کنه. آب به جای مری اشتباهی میره تو نای. سرفه میکنی، اشکت در میاد، صدای خفگیت پخش میشه و یه لحظه حس میکنی کارم تمومه. بهش میگن آسپیراسیون، یعنی وقتی مایعات به مسیر اشتباه میرن. خوشبختانه واکنش سرفه معمولا نجاتت میده، ولی اگه بدن درست عمل نکنه جریان هوا قطع میشه و تو با یه لیوان آب میمیری. آره، خنده داره ولی واقعیه. شماره 4، خیلی سریع بلند شدن. ساعتها لم دادی روی کاناپه، داری سریال میبینی که یهو زنگ میزنن پیک پیتزا رسیده، میپری بالا مثل فنر، ولی به جای اینکه بری دم در همه چی سیاه میشه. ستاره ها جلوی چشمات میرقصن و پاهات یادشون میره باید نگهت دارن. میگی فقط سریع بلند شدم، ولی واقعیت اینه فشار خونت یهویی افت کرده، مغزت اکسیژن نگرفته و چند ثانیه با قش کردن فاصله داری. اگه شانس بیاری فقط خجالت میکشی، اگه نه ممکنه زمین بخوری و آسیب ببینی. پس پیک پیتزا فرار نمیکنه، آروم بلند شد. قش کردن به خاطر پیتزا خیلی ضایع است. شماره 3، خوردن غذای خام. گشنته، یخچال خالیه، فقط یه تیکه مرغ نیم پز مونده. میگی بیخیال، خام که نیست، یکم سرده. تبریک میگم، الان وارد بازی رولت روسی با معدت شدی. مرغ خام، ماهی خام یا حتی تخم مرغ نپخته پر از باکتری های مثل سالمونلا و ایکولای ان، قاتل های میکروسکوپی که منتظرن شکمتو تبدیل به جهنم کنن. شاید بیشتر وقتا اسید معدت باهاشون میجنگه، ولی وقتی به بازی نتیجهش اسهال، تب، اورژانس و یه تجربه‌ایه که هیچ وقت فراموش نمی‌کنی. یه دقیقه صبر برای گرم کردن غذا بهتر از 3 روز خوابیدن با تب و پشیمونیه. شماره 2، شکستن قلنج گردن. اون صدای ترک خوردن لذت بخش. بعد از ساعتها گیم یا کار گردنت خشکه و میچرخونیش. تک حس قهرمان بودن میکنی، نه؟ ولی این قهرمان ممکنه همون لحظه با لخته خون سکته کنه. وقتی گردنتو با شدت زیاد میپیچونی به رگ‌های خونیت فشار میاری. یه حرکت اشتباه میتونه باعث پارگی عروق، سکته مغزی یا حتی فلج شدن بشه. اغراق نیست، موارد واقعی ثبت شده. پس اگه گردنت خشک شده، به جای اینکه با یه پیچوندن بخوای قهرمان شی، یکم نرمش کن. قهرمان واقعی کسیه که زنده میمونه. شماره 1، حبس طولانی نفس. داری فیلم میبینی، قهرمان میپره زیر آب، تو هم نفست رو حبس میکنی.
ببینی چند ثانیه دووم میاری. اولش هیجان انگیزه، بعد چشات سیاهی میره، سرت گیج میره ولی لج میکنی. من میتونم. اما بدن تو فرق داره با بازیگر اون فیلم. وقتی ریه‌هات خالی از اکسیژن میشن، مغز شروع میکنه خاموش شدن. اولش قش میکنی، بعدش اگه توی آب یا وام باشی ممکنه برنگردی. یه چالش ساده، یه نفس اضافه، یه لحظه بیفکری و همه چی تموم میشه. پس لطفاً نفس بکش. مغزت بیشتر از قهرمان بازی به اکسیژن احتیاج داره. یادت باشه تو فقط یه ویدیو نمیبینی، داری به همونی تبدیل میشی که همیشه قرار بوده باشی. پس تا ویدیوی بعدی نفس بکش، آگاه باش و بیدار بمون. میبینمت دوست من.